سلام و درود خدمت دوستان و همراهان گرامی. خیلی خوش اومدید به چنل نو لیمیتس تیوی. دوستان، این چنل رو من تازه افتتاح کردم. من علیرضام و خیلی خوشحالم که در خدمتتونم. دوستان، چون این اولین ویدیو من هستش که توی این چنل دارم آپلود میکنم، یه سری توضیحات خدمتتون بدم که این چنل من یه چنلی هستش که بدون محدودیت، بدون سانسور هستش و هر چیزی که شما فکرش رو بکنید رو من قراره توی این چنل برای شما بسازم و قرار بدم. از ویدیوهای مرموز، ویدیوهای ترسناک، پرونده های حل نشده، ماشین، موتور، سواری تو شهر، هر چیزی که شما فکرش رو بکنید رو قراره من توی این چنل برای شما قرار بدم. دوستان، خیلی خوشحال میشم که دوستان منو سابسکرایب بکنید، لایک بکنید، من رو حمایت بکنید که منم اول راه هم از من حمایت بکنید که هم بیام بالا و هم انرژی بگیرم و بتونم به نحو احسن برای شما بهترین ویدیوهایی رو بسازم که میبینید و لذت میبرید. خب دوستان، برای اولین ویدیو چنل یه موضوع خیلی ترسناک رو انتخاب کردم که نمیدونم حالا قراره چقدر شما رو بترسونه. شایدم خیلی اصلا نترسن، ولی خب به هر حال فکر کردم که این موضوع جذابی باشه که برای اولین ویدیو از چنل ما راجع به این موضوع بیایم صحبت بکنیم. دوستان، همونطور که میدونید ما تو دنیایی زندگی میکنیم پر از راز و رمز و روز و هیچ چیزی وجود نداره که همه چیز واقعی باشه یا غیر واقعی باشه. به خاطر همین من 5 تا از خطرناکترین و ترسناکترین و رمزآروز ترین جاهای دنیا رو برای شما آماده کردم که با هم دیگه ببینیم. یه سری از عکس‌ها رو، یه سری توضیحات راجع به این مکان‌ها به شما بدم. خب همونطور که میدونید توی این دنیا مکانایی هستن که حتی پلیس هم جرأت نزدیک شدن بهشون رو نداره و میترسه. مکانایی که داستانهاشون به خون و ترس نوشته شده. امروز میخوام 5 تا از ترسناکترین این مکانها رو با هم دیگه ببینیم و بهتون معرفی کنم. دوستان، اولین مکانی که میخوام بهتون معرفی کنم یه جنگل بسیار ترسناک و رازآلودیه به نام جنگل آووکیگاهارا توی ژاپن. مساحت تقریبی این جنگل حدوداً 35 کیلومتر هستش که به صورت تقریبیه. دوستان، خیلی ترسناکه. شما فکر کن توی یه شهری، توی یه جایی زندگی بکنین که یه جنگل خیلی ترسناک داشته باشه. این جنگل دوستان به جنگل خودکشی معروفه و همینش هستش که این جنگل رو نسبت به جنگل‌های دیگه خیلی خاص و ترسناک کرده. دوستان، این جنگل در پای کوه فوجی که بهش میگن جنگل خودکشی هستش قرار داره. هر سال 10 نفر، 100 نفر تو این جنگل جون خودشونو میگیرن. یعنی شما فکر کن یه مکانی وجود داره توی یه شهر که اسمش اصلا مکان خودکشیه. شما واردش که میشی خودتون میخوای بکشی. من نمیدونم بعضی از آدمایی که خودکشی میکنن حالا مغزشون ارور میده دیگه، زندگی واسهشون لذت بخش و اینا، حالا کاری به اون کارا ندارم. حالا اگه دوست داشتید یه ویدئویی هم راجع به خودکشی و اینجور داستانا براتون میسازم. اگه دوست دارید تو همین الان تو کامنت ها برام بنویسید. حالا نمیدونم، جالبش اینه که شما فکر کن یه جایی داشته باشی، یه مکانی داشته باشی که مناسب خودکشی باشه. پلیس تابلوهایی گذاشته روی این جنگل که روش نوشته شده زندگی تو ارزشمنده. یعنی اینقدر توی این جنگل مردم دست به خودکشی زدن که پلیس اومده تابلوهای انگیزشی گذاشته که آقا زندگی ارزشمنده، نکن این کارا رو، از خر شیطون بیا پایین. هنوز هم یه سری صداها و فریادهایی تو سکوت این جنگل میپیچه. خیلی از اهالی که نزدیک این جنگل زندگی میکنن گفتن که شب که میشه یه سری صداهای جیغ و داد و اینجور چیزا توی این جنگل به گوش ما میرسه و بعضی از جستجوگرها هم که حالا رفتن توی این جنگل و جستجو کردن و اینا دیدن که مثلا لباسها، کفشای افرادی که خودشونو کشتن توی این جنگل هستش. خیلی از جمجمه ها، استخونای جسدهایی که خودشونو کشتن توی این جنگل هستش و پیدا میشه و واقعا یکی از چالش‌های اصلی ورود به این جنگله که خیلی واقعا به نظر من ترسناکه و یه جای خوفناکی هستش به نظر من.
دوستان مکان دوم که میخوام بهتون معرفی کنم یه بیمارستان متروکه توی آلمانه که به نام اسمش بلیتز هایلشتاتن هستش. این بیمارستان زبان آلمانی که همین جوریش سخت و مزخرفه، ما این یک کلمه هم دو کلمه هم خواستیم حفظ کنیم کلی دردسر کشیدیم. دوستان این یک بیمارستان نظامی بوده. توی جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم از این بیمارستان استفاده می شده. یعنی جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم این بیمارستان دایر بوده. سربازای نظامی، فرمانده ها، کسایی که مجروح می شدن، کسایی که آسیب می دیدن و توی این بیمارستان درمان می کردن. یکی از چیزهای خیلی خیلی جالبی که این بیمارستان داره اینه که گفته شده این بیمارستان محل بستری آدولف هیتلر هم بوده. هیتلر معروف توی این بیمارستان بستری بوده. بعد از اینکه این بیمارستان بسته میشه و تبدیل میشه به متروکه، پر از شایعه میشه درباره این بیمارستان که ارواح سربازانی که کشته شدن هنوز توی راهرو یه بیمارستان پرسه میزنن. بیمارستانه که خودتون میدونید دوستان کلن داستان خیلی زیاد داره. من خودم چند داستان شنیدم از اطرافیانم، از آشناهام که بیمارستان کلا داستان خیلی داره. من خودمون یه دوستی دارم پرستاره، توی بیمارستان کار میکنه. حالا بماند که کدوم بیمارستان توی تهرانه، ولی هنوز بعضی از مریضا حس میکنن، کسایی که اونجا بستری میشن شبا صدای پا میشنون، یه سری صداهای عجیب و غریب میشنون که کاملا مشخص این صداها عادی نیست. ولی این بیمارستان خیلی بیمارستانه عجیب و رازآلود و ترسناکی هستش. الانم متروکه شده، همونطور که عکساشو مشاهده میکنید یه جای خیلی ترسناک و خوفناکیه. سربازای زیاد و فرمانده‌های زیادی خب توی این بیمارستان کشته شدن. 2 جنگ جهانی خیلی بزرگی رو این بیمارستان به خودش دیده. افراد زیادی، مجروحان زیادی رو این بیمارستان احیا کرده. خیلی هم توی این بیمارستان جون خودشون رو از دست دادن. سر همین این بیمارستان یه بیمارستان داستانداریه کلا. دوستان بریم سراغ مکان سوم. تا اینجای ویدیو یادتون باشه که لایک هم برای من بزنید، خواهشم منو حمایت بکنید تا من هم مثل چنل‌های دیگه خیلی قوی بشم، انرژی بهم بدید تا ویدیوهای بهتر و خفن‌تری براتون بسازم دوستان. و یه چیزی هم بهتون بگم دوستان، این که این اولین ویدیو منه، شاید کیفیت صدا، کیفیت تصویر، ادیت و اینجور چیزا زیاد باب میلتون نباشه و یه مقدار ضعیف باشه، ولی بهتون قول میدم که اگه شما منو سابسکرایب بکنید و اگر لایک بکنید و حمایت هم بکنید، روز به روز اینا بهتر میشه و میتونم ویدیوهای خیلی خیلی عالی رو براتون بسازم و کم کم خودم هم بیام جلوی دوربین. مکان سوم که میخوام بهتون معرفی کنم یه جزیره عروسکاست توی مکزیک. یعنی اسم این مکان هم خودش عجیب غریبه. یه جزیره عروسکا توی مکزیک، یه جزیره کوچک پر از عروسکای پوسیده. یعنی رو دار و درختا و تنه درخت و اینا هم تو که عکسش هم نگاه میکنید پر از عروسکای عجیب و غریب آویزون شده. صاحب قبلی این جزیره مال یه شخصی بوده که صاحب قبلیش میگفتش که چی؟ میگفت این عروسک‌ها روح دختر بچه‌ای رو که تو آب مرده آروم میکنه. یعنی یه دختر بچه‌ای چندین سال قبل توی آب جون خودش رو از دست داده، غرق شده و این عروسک‌ها یه جورای همبازی هن برای روح این دختر بچه و خیلی عجیبه. اهالی که نزدیک به اونجا زندگی میکنن و یه سری از جستجوگرایی که رفتن و این جزیره رو بررسی کردن یه وایب زنده بودنی از این عروسک‌ها گرفتن. خیلی هاشون گفتن که چشم عروسک‌ها به قدری زنده بوده که ما قشنگ حس میکردیم که این عروسک‌ها داره ما رو نگاه میکنه. خیلی خفن و ترسناکه واقعا. و اهالی هم که نزدیک اونجا زندگی میکنن میگن دیگه، همه میگن که آقا صدای داد و بیداد و جیغ و ایناش از این جزیره شبا میاد و این خودش خیلی داستان داره، واقعا خیلی ترسناکه. و یه چیز جالبی که هست دوستان، دقت کردید که هر جای مخوف و ترسناکی توی یه محله و یه منطقه‌ای که هست، اهالی اون منطقه همیشه همین حرفو میزنن که شب که میشه از اینجا یه صدای خیلی بدی میاد، صدای جیغ و صدای داد و اینجور چیزا میاد. یعنی این قضیه یه داستان تکراریه که همیشه یه سری صداهای ترسناک و اینا میاد. حالا راست و دروغش رو نمیدونم. مکان
بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم یه قلعه است، قلعه ادینبورگ توی اسکاتلند. یکی از قدیمی ترین و تصویر شده ترین قلعه های دنیا. زندان های تاریکی که داره هنوز بوی مرگ میده. یه سری از توریست ها و جستجوگرایی که رفتن و اینجا رو بررسی کردن میگن که احساس کردن یه دست نامرئی روی شونهشون لمس شده. یعنی شما فکر کن رفته جستجوگر بوده، توریست بوده، رفته توی این قلعه و داشته بررسی میکرد، داشته قدم میزده، یه لحظه حس کرده که شونهش لمس میشه و هر چقدر دور و برش رو نگاه میکنه، از دوستاش میپرسه، از رفیقاش میپرسه، میگه نه کار من نبوده. این خودش خیلی واقعا خفن و ترسناکه. فکر کن یه راهی رو داری میری، تو حال خودت یه دفعه یکی لمست میکنه و از پشت بعد هی برمیگردی میبینی کسی نیست، از همه میپرسی، میگه نه کار من نبوده و اینا. خیلی واقعا جرأت خیلی واقعا جرأت میخواد بری تو این مکانا و بخوای بررسی بکنی و جستجوگر بکنی. اگه شما جرأتشو دارید برید تو این مکانا، حتما توی کامنت ها برام بنویسید. آخرین مکانی که میخوام بهتون معرفی کنم یه تونل کراوالی توی آمریکا. تونلی که به قتل‌های سریالی دهه 70 مرتبطه. محلی‌هایی که اونجا هستن، باز هم طبق معمول محلی‌هایی که اونجا هستن یه سری داستان که میگم 90% این داستانا رو خود همین محلی‌ها درست میکنن. حالا نمیدونم نظرش با شما، برام تو کامنت ها بنویسید. محلی‌ها میگن که هر شب هر کسی که تنها وارد این تونل شده یا بر نگشته یا اگه برگشته دیوونه شده، پریشون شده، رد داده، کلن مخش گیری پاچ کرده، دیوونه شده، داغون شده، اومده بیرون چرت و پرت گفته، دیوونه شده، اسکل شده، اصلا معلوم داستانش چی بوده، چی دیده. دوستان متاسفانه عکسای زیادی از این طول نتونستم واسهتون پیدا بکنم، ولی این اطلاعات رو راجبش هست. خب دوستان اینم از اولین ویدیو چنل نو لیمیتس تیوی. امیدوارم که از این موضوعی که براتون انتخاب کردم به عنوان اولین ویدیو چنل خوشتون اومده باشه. لطفاً با لایک کردنتون، با سابسکرایب کردنتون من رو حتما حمایت بکنید، به هم انرژی بدید. اگه کم و کاستی داشت نسبت به ادیت و کیفیت صدام و عکس و اینا، بازم ازتون عذر میخوام. قول میدم که اگه شما منو سابسکرایب بکنید و لایک بکنید، حتما این ایراد رو برطرف بکنم. بالاخره اولین ویدیومو تازه واردم دیگه. لطفا منو حمایت بکنید و اگر دوستان هر کدوم از این مکان‌ها رو خواستید اطلاعات بیشتر، عکس و ویدیوهای بیشتری رو ازش ببینید، برام بگید که به صورت تخصصی روی این مکان براتون یه ویدیو جداگونه درست بکنم. تو کامنت ها برام بگید و اینکه برام بنویسید که آیا به نظر شما این مکان‌ها واقعی هن یا همشون الکی هن و یه سری مکان‌هایی هن که الکی وایرال شده و به این نام و به این حالت میگن که ترسناک و فلان و اینا، تا بخوان معروفش بکنن و بخوان شایعه پراکنی بکنن. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودی. لایک و سابسکرایب یادتون نره. دوستتون دارم. خیلی زود با ویدیو بعدی پرقدرت‌تر و با کیفیت خیلی بهتری برمیگردم. مراقب خودتون باشید.